خب عزیزای دل من، دوباره وقتش رسیده تا قسمت مشاوره ها رو باز کنیم. بیش از 2 سال بود که فکر میکنم این قسمت بسته بود. پاییز امسال رو میخوام تمام وقتم رو اختصاص بدم به مشاوره ها. از منوی مشاوره وارد این صفحه میشید و این تقویم رو باید بچه‌ها رعایت کنید، حالا چه تو گوشی چه تو کامپیوتر. اگه رعایت نشد صفحتون رو رفرش کنید. من 3 شنبه ها و 5 شنبه ها از 1 مهر تا انتهای آذر یک سری ساعت ها رو خالی کردم. از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت تقریبا 9 شب. عذرخواهی میکنم. 3 شنبه و 5 شنبه تو کل این 3 ماه بیشترین تایم رو داره. 1 شنبه هم یه چند جلسه اختصاص دادم. الان این 1 روزه 1 شنبه است مثلا. یه چند ساعت رو اختصاص دادم که میتونید رزروش کنید. پس فقط روزهای فرد 3 شنبه و 5 شنبه حالا تایم بیشتر و 1 شنبه تایم کمتر. حالا اگر من مثلا همین تاریخ 23 سپتامبر که 1 مهره، اگه ساعت 4 تا 4 نیم که اولین تایم رزرو هستش، این اگر بخوام رزروش کنم، یعنی رو گزینه ادامه اگه بخوام کلیک کنم، وارد این صفحه میشم. یک سری مشخصات ابتدایی از من میخواد. اگه به حسابتون لاگین باشید تایید رو بزنید، وارد حالا شرایط پرداخت میشید و این تایم برای شما رزرو میشه. دیگه شخص دیگه ای نمیتونه این تایم رو انتخاب بکنه. الان من حالا تا مرحله پرداخت رفتم اما پرداخت رو نمیذارم. من از طریق درگاه پرداخت یا پرداخت غیر آنلاین یا از موجودی کیف پولم میتونم این ساعت رو رزرو کنم. وقتی رزرو میشه، حالا من رزروش نکردم چون میگم رزرو بکنم دیگه شما نمیتونید رزروش کنید. وقتی رزرو میشه دیگه این تایم، این زمان از این لیست برداشته میشه بچه‌ها که کسی دیگه نتونه اون تایم رو بگیره. پس اگر دیدید حالا تایم‌های زیادی خاکستریه یا در دسترس نیستش، چون قبلا ثبت شده. الان که دارم ویدیو رو میگیرم هنوز اصلا کمپین استارت نخورده، ولی همه تایم‌ها خالی. این توضیحاتی که باید میدونستید. قبل از جلسه ابوالفضل باهاتون هماهنگ میکنه، یه لینک گوگل میت بهتون میده و با هم دیگه دقیقاً 25 دقیقه صحبت میکنیم. دوستاتون دارم و منتظر شنیدن صدای گرمتون هستم.